سلام. در این بحث و تعریف فرهنگ تجاوز در متن افغانستان می‌پردازیم. فرهنگ تجاوز چیست؟ چه مصداق‌ها و مثال‌هایی دارد و چه پیامدها و عواقبی بر ذهن و زبان جنسیت زده در مناسبات قدرت افغانستان می‌تواند داشته باشد؟ این بحث را با شبنم سیمیا، حقوقدان و پژوهشگر تاریخ پی می‌گیرم و با این سوال شبنم از خودت شروع می‌کنم که و باور خودت با توجه به مطالعات و حوزه تمرکز میدانی و مطالعاتی که داشتی و داری، فرهنگ تجاوز در بستر ساختارهای مردسالار، طبقاتی، سیاسی و بحران زده مثل جامعه افغانستان چگونه قابل تعریف است؟ چه مصداقها و مثالهایی داره و ذیل فرهنگ تجاوز جا میگیره؟ عرض سلام دارم خدمت خودت زهرا جان و بینندگان عزیز و کسانی که ما رو تجاوز یکی از موضوعات خیلی مهمی هست که فکر میکنم نیاز از همیشه و پرداخته بشه، خصوصا در برنامه‌های متعدد. فرهنگ تجاوز در بستر ساختارهای مردسالار، طبقاتی و ناامن جامعه افغانستان میشه گفت که مجموعی از باورها و هنجارها، رفتارهای اجتماعی هست که تجاوز جنسی به عنوان ابزاری برای کنترل و سلطه و تحقیر زنان و دیگر گروه های آسیب پذیر مشروع و حتی طبیعی سازی میکنه. در سایه چنین نظام های پدرسالاری فرهنگ تجاوز تسلط مردم بر زنان بتونه تثبیت کنه و در چارچوب این نابرابری های طبقاتی و شرایطی که افغانستان داره و ناامنی هایی که در افغانستان وجود داره، خود این ناامنی ها میتونن به دوام و بازتولید خشونت های جنسی کمک کنن. در این بستر تجاوز تنها یک عمل فردی نیست، بلکه به شکل نمادین و سازمانی یافته در خدمت هژمونی جنسیتی هست، کنترل اجتماعی هست و به دنبال مثلا حفظ مرزهای گروهی و طبقاتی و قومی قرار میگیره. خشونت جنسی باید فراتر از تجاوز فیزیکی هم ببینیم، چرا که خود خشونت جنسی مربوط به آزارهایی میشه یا خشونتهایی میشه که صرفا فیزیکی نیستن و اینها از طریق مختلفی میتونه در جامعه ترویج پیدا کنه، از جمله خشونت‌های کلامی، میمیک ها که با حرکات و اشاره به صورت هست و من در قالب حتی ادبیات و شعر و موضوعات دیگری، طنز و شوخی در بین جانوری ما که خوش در این کانتکست خشونت یک نظام معنایی و یک ساختار گفتمانی هست. بدن، میل و موقعیت اجتماعی زنان در چارچوب کنترل شرم تعریف میکنه. در نظام دیگه جنسیت یک ویژگی طبیعی به حساب نمیاد، بلکه برآمده از خشونت‌های نمادینی هست که به هر حال اینا هنجاری و زبانی هستن و هویت و موقعیت‌های جنسی افراد شکل میدن. بر اساس نظریه‌های فرانک و جودیت باتلر، آزار جنسی چه در قالب فیزیکی باشه و چه در قالب کلامی باشه تنها یک ابزار برای اعمال سلطه به شمار نمیاد، بلکه خود به عنوان نشانه برای تولید و بازتولید جنسیت هم عمل میکنه. یعنی وقتی که یک فرد مورد آزار جنسی قرار میگیره صرفا سرکوب نمیشه، بلکه درون او ساختار شخص دوباره شکل میگیره، فرم او تحت تاثیر قرار میگیره. بدین ترتیب خشونت جنسی نه فقط عاملی برای تحمیل قدرت به شمار میره، بلکه عامل تعیین کننده در ساخت و بازتولید جنسیتی هم هست. و در چنین کانتکسی در واقع خشونت یا فرهنگ تجاوز یک متأثر از اون رابطه قدرت و تعامل اجتماعی که افراد با هم دارن و زمانی که یک رابطه نابرابر هست، چنین
حالت این نابرابری میتونه در اشکال خاصی از سکس و تصاحب و سلطه تجلی پیدا کنه و یک مرد در رابطه جنسی نه تنها خود یک سوژه فعال میبینه و زن یک ابژه منفعل میبینه، تنها بر اساس میل شخصی خود تعریف نمیکنه و این میل او هم هرچند که کلا محصول او ساختار نابرابری قدرت هست، از طریق او میخواد که او سلطه خودم بر او زن تحمیل کنه. نمونه‌های زیادی در افغانستان وجود داره که بعداً میشه در مورد اینها صحبت کنیم، ولی به نظر من فرهنگ تجاوز به هر حال در افغانستان بوده، مصداق‌های تاریخی داره در افغانستان و فعلا هم وجود داره و مصداق‌های عرفی هم میشه در جامعه دید. بنابراین شبنم لطفاً مرا تصحیح کن درک مرا و مجموعه از عادات، سنن، عرف‌ها و در واقع ذهنیت‌هایی میتونیم اطلاق بکنیم فرهنگ تجاوزه که مسئله خشونت علیه زنان و خشونت از آدرس جنسیت و مناسبات یا روابط جنسی را هنجار میدانه، عادی سازی میکنه و مسئله نمیپنداره. و ما امروز هم که به درستی اشاره کردی با ساختاری، با نظم نمادینی از روابط قدرت بر مبنای هویت و در واقع سیاست جنسیت مواجه هستیم که به صرف هویت و جنسیت زنان را آن دیگری میپندارن که در حد ابژگی، در حد در واقع فرودستی یا خدمتگذاری از طریق نقش‌های جنسیتی که مرتبط با مسئله جنسیت یا مسئله بیولوژی یا مسئله در واقع نقش‌های جنسیت زده است و رسمیت میشناسن و فرای این نقش‌های تحمیلی یک سویه تکبعدی هر آن اتفاق دیگه یا هر آن رخداد دیگه یا هر آن روی کرده دیگه را سرکوب میکنه به شدت. درست؟ و این اوصاف شبنم من فکر میکنم میتونیم به بخش بعدی در واقع یا جنبه بعدی فرهنگ تجاوز که ارتباط بسیار معنامندی با فرهنگ سلطه یا فرهنگ مسلط داره، فرهنگ غالب داره بپردازیم. به درستی اشاره کردی که افغانستان به دلیل بحران‌های مستمر از لحاظ فرهنگی یک وضعیت اضطراری داره. به درستی اشاره کردی که ساختارهای پدرمردسالار، توسعه نیافته، ساختارهای به اصطلاح عرفی جامعه افغانستان، مسائل طبقاتی، ساختارهای به اصطلاح پیشینی که و تاریخی که وجود داره به طور دامن میزنه، فرهنگی را خلق میکنن که فرهنگ تجاوز در خودش میپروره، تولید و باز تولید میکنه و بنابراین سطح خشونت خیلی در این جامعه بالاست، خشونت از آدرس جنسیت. در فرهنگ غالب ما مفهومی داریم که به زعم من و تا جایی که در آرای خودت ما دنبال کردیم به زعم خودت هم خیلی کمک میکنه به فرهنگ تجاوز و او ذیل مفهوم ناموس در واقع تعریف میشن. و این مسئله تمرکز بکنیم که چطور فرهنگ غالب ذیل فرهنگ تجاوز با طبقه بندی زنان در قالب ناموس و بیرون از ناموس در واقع به اشکال متکثر خشونت روانی و فیزیکی و ساختاری مشروعیت میبخشن و توجیه میکنن این خشونت ها را. ما مثالهای بسیار زیادش روزانه شاهد هستیم، جدا از آنچه که فعلا جریان داره ذیل سلطه طالبان که به هدف کنترل و امروز هم که خودت به درستی اشاره کردی و پس راندن زنان در قالب نقش‌ها و فضاهای مشخصیه. اگر برگردیم به مسئله ناموس و ارتباطی که با فرهنگ خشونت، فرهنگ در واقع تجاوز و فرهنگ غالب در افغانستان داره، چه مصداقایی بیشتر برای خودت پررنگه؟ در رابطه به ناموس طوری که گفتی میشه در این مورد هم صحبت کنیم که چه ارتباطی با فرهنگ تجاوز و خشونت داره و ارتباطی اصلا وجود داره بین اینا. به نظر من ناموس همون مکانیزم فرهنگی گفتمانی هست که تجاوز به مثابه امر موجه یا قابل در زمینه‌های خاص میتونه جا بزنه. وقتی که ما از ناموس صحبت میکنیم در واقع از مفهومی صحبت میکنیم که در این چارچوب یک دستگاه معنایی خشونت آمیزی هست که از دل تجاوز فرهنگی بلند میشه و دوباره او باز تولید میکنه. چرا؟ وقتی که شما
زنان تقسیم میکنین به دو حوزه، یعنی یک مرزبندی صریحی ایجاد میکنین بین زنانی که در دایره ناموس تعریف میشن و زنانی که به دلایل مختلف از این دایره خارج میشن. شما این مرزبندی صریح به شما اجازه میده که بگین که یک سری از زنانی هستن که حالا اونا این نظام پذیرفتن، نظام پدرسالار بر اونا اعمال میشه، یا حالا تحمیل میشه، یا خود اونا رضایتمندانه رو قبول کردن. و این زنان وقتی که رژیم های سختگیرانه و یک گفتمان جنسی بر بدن های اونها اعمال میشه و اونها از او تبعیت و فرمانبرداری میکنن، در قالب ناموس قرار میگیرن و اینا تحت حمایت و حفاظت او مردان قوم و مردان در واقع او گروه قرار میگیرن و تعرض به اینها انگار که تعرض به این ملک دیگریه، چرا که بدن زن در چنین حالتی ملک و نماینده آبروی مرده و هر نوع صدمه زدن به این زن صدمه زدن به آبروی او گروه و قبیله و در واقع ملت دیگر هست، چون در کانتکست کلانتر هم میشه صحبت کنیم. و این زنانی که حالا از تبعیت نمیکنن از نظام پدرسالار و قواعد او زیر پا میگذارن و به دلایل مختلفی از این دایره خارج میمانن، تعرض به اینا مشروعیت پیدا میکنه. به خاطر یکی من میگم در واقع ناموس میتونه تجاوز به مثابه امری موجه هم جلوه بده، طوری که ما در زندانهای طالبان میبینیم. مثلا وقتی شما زن طوری تعریف میکنی که دیگه او قواعد اسلامی و قواعد فرهنگی جامعه افغانستان زیر پا گذاشته، بنابراین هر رفتاری که ما با این انجام میدیم به دلیل یکی این ما به عنوان مثلا فردی از جامعه خود، فردی از جامعه اسلامی، فردی از جامعه نمیفهم افغانستانی نمیبینیم و جواز داره این تجاوز به بدن ای زن. در چنین حالتیه که ناموس باید در چنین کانتکسی ما بفهمیم. و یک مسئله دیگه هم که داره در بوده مثلا معنایی خود، چون این خب در یک فرهنگ معنایی در یک منظومه در واقع فکری هم جا میگیره، چرا که بدن زن در گفتمان جنسیت منبع شر و طوری که باتلر و دیگران هم در مورد اون صحبت میکنه و این منبع و این علاوه بر که شرمی برای خود زنان هست با در واقع گفتارهایی که یا گفتمانی که صورت میگیره پیرامون حالا مثلا تعرض به این زنان به مثابه تحقیر کردن اونها و مثابه سرفکنده کردن آنها در اجتماع تا بتونن از اونها انسانیت زدایی کنن و اونها رو کنترل کنن، در واقع این شرم یک شرم نیابتی هم هست. چرا که وقتی که زن در کانتکست ناموس قرار بگیره، حالا وقتی از قواعد سرپیچی میکنه و بلای سر اون میایه و این شرم راجع میشه به مردان فامیل و راجع میشه به بقیه. پس بنابراین یک کارکردی که داره ای هست که با ناموس خواندن زن و با این ارجاع و با این برگردانی شرمه به مجموعه دیگری از مردانی که حالا باید از این نظام حفاظت کنن و اگر از این نظام مردسالار حفاظت نکردن و زنان اون باقی نمیمونه، بلکه مثلا پای مردان رو هم میان میکشه. بنابراین کمک میکنه به کنترل بیشتری علیه زنان و در چنین حالت فقط مورد خشونت قرار نمیگیرن، بلکه از طریق خشونت ساخته هم میشن. واژه‌هایی مثل ناموس، زن خوب، عفت، غیرت، مردانگی، اینا ابزارهایی هستن که در واقع اون ساختار تجاوز فرهنگی دارن اجرا میکنن، به اجرا میگذارن. بنابراین در چنین کانتکسی ناموس ابزاری برای کنترل زنان هست و کنترل زنان به معنای تولید جنسیت در چارچوب نظم پدرسالار و تولید جنسیت هم اجرای او خشونت، نظام خشونت هست. حالا این خشونت چه نمادین باشه، این خشونت یا چی که به صورت غیر نمادین در پستوها انجام بشه.
به نظر من موردی که اشاره کردی شبنم بسیار مورد مهمی است، برای اینکه ذیل مفهوم ناموس ما منظومه از و قول خودت نظم یا منظومه از مفاهیم و در واقع منظومه از نظام معنایی را داریم که برای گروه های اجتماعی یا به اصطلاح حلقات مشخص اجتماعی هویت قائل میشه. یعنی اگر ما مردانگی هژمونیک ذیل مفهوم ناموس و ناموس داری و مرد صاحب اختیار، صاحب قدرت، مسلط، نیرومند، جنگجوی، شجاع نه و غیرتمند در واقع صورتبندی کنیم، در برابرش زنی خلق میشه یا فرمی الگوی زنانگی خلق میشه، زنانگی مؤکد در مطالعات جنسیت ارجاع میده به چنین زنانگی که در برابر تمکین میکنه، در برابر در واقع حمایت طلب است، در برابر سلطه پذیر است، در برابر به قول خودت در راستای حفظ ناموس و حیثیت و آبروی مردان طایفه و فامیل و خانواده و حلقه خویشاوندی هم راستا و هم کار و هم دست است و خودش به باز تولید این نظام سلطه در واقع در خیلی از نقش ها و خیلی از موقعیت ها دامن میزنه و کمک میکنه. خیلی مورد مهمی بود و مسئله‌ای که خودت اشاره کردی که کمتر در برابرش دربارش ما صحبت میکنیم، اشکال تجاوز مشروع، ذیل تجاوز یا فرهنگ تجاوز است. اشاره‌ای که خودت به مسئله در واقع اون جلوه های مشروع تجاوز کردی، خب مسئله تمکین در ایدئولوژی در واقع یا شرع دینی هم هست. ما با جامعه یا فرهنگی روبرو هستیم که به واسطه عرف ایدئولوژیک یا اخلاق ایدئولوژیک زن مکلف به تبعیت و تمکین و تسلیم در برابر میل و در برابر اراده و در برابر نیاز جنسی و طور خاص نیاز جنسی مردان و همسران خودش هست. خب این کمک میکنه، رقم که به درستی اشاره کردی، کمک میکنه به این به ترویج به نهادی نشدن این ذهنیت که زن متعلق به یا متعلق میل مردان است و باید در برابر در واقع این میل تحمیلی یک سویه تمکین بکنه. اینجا ما هیچ خبری از عاملیت زن نخواهیم داشت، برای اینکه عاملیت جنسی زن تابوست. گفتن و شنیدن از میل جنسی زن سر مسئله تمکین و شرع نه به عنوان یک اصل اساسی مشروع به نوعی در واقع باید مجازات شود. ما حتی برای این یک مفهومی داریم به نام زن ناشزه. نه زنی که تمکین نمیکنه زن ناشزه است. همونطور که به درستی اشاره کردی سزاوار تنبیه و سرکوب به عبارتی. ما شاهد بودیم که طالبان هم از زن ناشزه، زن متمرد استفاده میکردن در سرکوب زنان و مردان زنان معترض در واقع مخاطب قرار میدادن که شما مسئول نگهداری و مسئول پاسداری از ناموس و قلمرو سلطه خودتان هستید که این زنها و خیابان نیاید، این زنها اعتراض نکنند. بسیار به نظرم نکته مهمی بود این که چطور از این مفاهیم و منظومه‌ای که خلق میشه برای مرعوب کردن و سرکوب بسیار پیچیده و سهمگین استفاده میکنه مرد سالاری به واسطه ایدئولوژی. و با همین در واقع مقدمه میخوایم سراغ بخش دیگه از مفهوم یا این مقوله برام و اویست که ما میدونیم که نابسامانی های سیاسی مشمول جنگ های خانمانسوز در افغانستان میدان اصلی تبارز خشونت لجام گسیخته جنسیتی و ایدئولوژیک بوده. ما میدونیم که جنگ ها به طور اخص تداوم استمرار جنگ ها تمام زیربناهای اخلاقی را یا ظرفیت های پیشروی جامعه به سوی برابری و عدالت اجتماعی را از بین برده و به یک شکلی حوزه عمومی میدان در واقع رقابت‌های تخاصمی حالا تباری و طبقاتی و جغرافیایی اغلب مردان در این دایره رقابت بوده. فکر میکنی که چطور میشه مسئله در واقع اهمیت ثبات سیاسی را و ثبات مشخصا اجتماعی در فهم دامنه گسترده خشونت رو در افغانستان درک کرد؟ فکر میکنی چه افقی در واقع پیش رو قابل ترسیم است در صورت اینکه در این متن که ما همواره مسئله ثبات و امنیت سیاسی را
متاسفانه در رأس قرار دادیم، به خاطر که اولویت بقا بوده در جنگ، هنوزم است. در چنین جامعه‌ای اصلا چطور میشه از مسئله خشونت جنسی صحبت کرد و اصلا به عنوان یک مسئله‌مند در واقع، در صورتی که همه چیز برای بقا فروکاسته میشه، این مطرح کرد؟ دقیقا زهر جان موافق هستم. یعنی خود مسئله تمکین هم قرار میگیره در کانتکستی که ما گذاشتیم در رابطه به که چگونه مثلا تبعیت کردن از نظام پدرسالار و یا تمکین نکردن از این نظام میتونه به منجر بشه و مسئله تمکین هم ادامه او بحث‌های ناموسی و مسائل دیگه‌ای هست. وقتی ما در بحث ناموس بدن برای مرد محسوب میشه، در مسائل جنسی هم خب این مرد اجازه داره که با ملکی که داره هر جور رفتار کنه. در واقع بازتاب این هست که سوژگی زن برتابیده نمیشه در چنین نظامی. در چنین نظامی در واقع زن یک ابژه هست و باید تبعیت کنه و هرگاه که تبعیت نکرد باز هم این اجازه داده میشه. شما میبینید که این زن تنبیه بشه. حالا تنبیه‌های مختلفی پیش بینی شده در قوانین و یا در قوانین فقهی که هر کدام اونها باز جای بحث داره، میشه در مورد او صحبت کنیم، ولی دقیقاً ادامه این فرهنگ هست، ادامه سرکوب هست، ادامه مثلا مجبور کردن زنان به اطاعت از او قواعد سفت و سختی که به مردها اجازه میده کاملا زنان در ملکیت خود داشته باشن. و در جنگ ها هم چنین چیزی هست. شما ادامه این مسئله بدن و سیاست در جنگ ها میشه دید که چطور بدن تبدیل میشه به یک ابژه‌ای که حالا در جنگ میتونه مورد حمله گروه های رقیب و مخالف برای تحقیر دشمن، برای خار داشتن دشمن، برای عقب راندن او مورد استفاده قرار بگیره. شما اگه تاریخ افغانستان بخوانید، شما از مصداق‌های خیلی خیلی زیادی، نه تنها در تاریخ افغانستان که در تمام جهان مصداق‌های زیادی از اون پیدا کنیم. مثلا اگر ما فقط به این جغرافیایی که حالا به نام افغانستان خوانده میشه و بپردازیم، خب میشه مثلا جنگ چیزی بگیم. مثلا ما قرن 14 میلادی حمله تیمور گورکانی بود که خب وقتی که تاریخ بخونیم میبینیم که تجاوز به زنان ادامه داشته. در دوره قبل از او مثلا در قرن 13 تاریخ جهانگشا و نمیفهم بعضی تاریخ‌های دیگری که بخونیم، وقتی چنگیزخان این مناطق میگیره یا هر منطقه دیگه میگیره، تجاوز گسترده‌ای به زنان میشه به عنوان یک ابزار، حتی غنیمت جنگی هست. مثلا یک پاداش برای سربازان در نظر بگیریم که اجازه داشتن اموال مردم غارت کنن، اجازه داشتن زنان مردم داشته باشن، تعرض کنن به اونها. و نمونه‌ای در تاریخ معاصر، خب در تاریخ خیلی نزدیکی در اواخر قرن 19 دوره عبدالرحمن خان حمله به هزارستان که بود، مناطق هزاره‌نشین، خب دیگه همگی در این تاریخ میشناسن، چون خب تاریخ نزدیک به ما هست که در او تعداد زیادی از این زنان به عنوان برده های جنسی حتی فروخته شدن و انتقام سختی گرفت از این مناطق به دلیلی که تبعیت نمی کرد از اون نظام حاکم. و نمونه خیلی خیلی نزدیک او که هنوز هم قربانیان او حتی زنده هستن وجود دارن و جنگ های داخلی افغانستان هست که در دهه 90 شما از 1990 از 91 که جنگ های داخلی کابل شما بیاین تا جنگ افشار ببینین در 1993 و جنگ هایی که بین احزاب اسلامی صورت گرفت. یکی از تاکتیک هایی که این احزاب استفاده میکردن، همه احزاب تاکتیک هایی بود که برای عقب راندن دشمن از اون مناطقی که اینها میگرفتن تجاوز ساختاری و سیستماتیک به زنان بود.
اینه که نیروهای حالا شورای نظار، اتحاد اسلامی، حزب وحدت اسلامی، نمی‌فهم جنبش اسلامی و همه احزاب، یعنی استثنایی هم نداره در افغانستان، اینها به صورت گسترده به زنان تجاوز کردن. یه منطقه افشار به اندازه مثلا به او منطقه و اطراف کابل به این مناطقی که اینا بودن تجاوز شد که حتی بر اساس او شواهد و اسناد جمع آوری شده در پروژه عدالت افغانستان، اینها حتی در دوره جمهوریت هم خیلی دیگه برنگشتن به اون منطقه. یا شما مزار شریف ببینید در قسمتی که نیروهای جنبش مثلا به صورت به همه اعلام میکردن، یعنی زن پیر و جوان و حتی به جوانان تجاوز میشد، تعرض صورت میگیره و این یک تاکتیک هم بود. یعنی علاوه بر که حالا اونها پایبند و قواعد و قوانین نه اسلامی بودن، نه پایبند قوانین جنگی بودن، نه انسانی، از هر نگاهی به هیچ چیزی پایبند نبودن، در با خارشمردن قوم دیگری مثلا اینا تلاش میکنن که به او تعرض کنن و دوستان میتونن نمونه های بسیار تکان دهنده تجاوزات جنسی که جمع آوری شده توسط پروژه عدالت افغانستان به او مراجعه کنن و ببینن که مثلا چه قربانیان او جنگ، کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتن، چگونه روایت میکنن خشونت‌های جنسیتی که در او دوره بوده. یکی از نمونه‌های بسیار واضح خوب دختری که 14 ساله‌ای که خود از مکرویان‌ها پایین انداخت به خاطر که افراد شورای نظار به او تجاوز میکردن و این به خاطر که خود نجات بده و تنها شاید اعتراضی که مردم او تابوت برداشت و رفت تبا در جریان او جنگ های در واقع در شدت او در جریان او جنگ ها که خیلی هم شدید بود و بمباران میشد کابل، مردم انقدر عصبانی شد که تظاهرات کرد چند روز تا 2-3 روز ادامه داشت خوش تا اینکه اینها سرکوب که شما این ارتباط داره و تا زمانی که ما از نگاه سیاسی به یک ثبات نرسیم، صلح نداشته باشیم، ما با حداقل توسعه از نگاه انسانی شاخصه های توسعه ما در کشور خود به اونها رو مثلا نداشته باشیم، یعنی توسعه داده نشده باشه، من فکر میکنم همچنان ادامه داره این مسئله. یعنی ناامنی و جنگ خیلی تاثیر داره در با تولید در هر جایی، مثل که امروز در اوکراین همچنین اتفاقی میفته، در جنگ جهانی دوم شما دیدین، در جنگ های بوسنی، در هر جنگی. یعنی تنهایی نیست که بگیم جنگ در افغانستان و در افغانستان چنین اتفاقی افتاده و شما در جنگ هایی که همیشه قربانیان او زنها بوده، کودکان بودن، علاوه حالا بر غیر نظامیان زیادی که تلف شدن، اما همیشه زنان و کودکان جز کسانی بودن که قربانی می شدن در این جنگ ها و من فکر میکنم ما تا این دوره پشت سر نگذاریم همچنان زنان قربانیان خشونت، حالا چه خشونت نظامی، چه خشونت جنسیتی، چه خشونت سیاسی و اجتماعی خواهند بود. بنابراین شبنم به یک شکلی میتونم در واقع این گونه صورتبندی بکنم که به زعم تو در کانتکست افغانستان فرهنگ تجاوز موجود و مسلط تا حدی در بخشی حاصل فرهنگ جنگ است، نه؟ اما که به درستی اشاره کردی، در جنگ ها برای در واقع اشغال و تسخیر یک قلمرو از خشونت به عنوان یک سلاح جنگی یا از تجاوز به عنوان یک سلاح جنگی همیشه استفاده میشه و صرف نظر از افغانستان یا هر جغرافیایی امریکا که موردوار کوتاه اشاره کردی، تقریبا ما با این مسئله در سراسر جهان به عنوان یک مسئله عمومی روبرو هستیم. و عبارتی شبنم مرا تصحیح کن، پس هنوز ما در فرهنگ تجاوز متأثر از فرهنگ جنگ، ما در واقع فرهنگ تجاوز برای پس راندن زنان از حوزه عمومی یا از آگورا سپهر عمومی و حوزه خصوصی یا به نوعی قلمرو خصوصی مردان میتونیم تعبیر بکنیم، نه؟ و به همین خاطر با زنانی که فضا اشغال میکنن دیده میشن
صدای بلندتری دارن، فضای بیشتری اشغال میکنن و بنابراین از حریم یا قلمرو خصوصی مرد سالاری و ایدئولوژیک بیرون میشن. ما شاهد هستیم که چطور بیرحمانن و به اشکال شنیع در واقع برخورد میشه، چطور در واقع بازخورد پیدا میکنه اشغال فضای زنان. ما شاهد هستیم در نقشایی که زنان در قالب روزنامه نگار، زنان در قالب به اصطلاح سیاستمدار، زنان در قالب کنشگران یا افرادی که فضا اشغال میکنن، صرف نظر از نقد کارنامه فکریشان، صرف نظر از نقد کارنامه در واقع سیاسیشان، نفس اشغال فضا ما شاهدیم و درستی به زعم خودت با در واقع با خشونت مضاعفی روبرو میشه، جسمانی و روانی، به واسطه ادبیات پرخشونت جنسیت زده، به واسطه در واقع اتهام یا حیثیت اخلاقی و برچسب و افتراهای جنسی که زده میشه، به واسطه ادبیات جنسیت زده که به کار بسته میشه، به واسطه فحاشی ها و حتی هایی که به بدن زنانی که فضا اشغال کردن صورت میگیره، که تمام تلاش گویا این است که دوباره این زنان از این فضای عمومی و حوزه خصوصی، همان ایده‌ای که طالبان داره به عبارتی و همه نیروهای ارتجاعی دارن، در کنترل و اعمال سلطه در فضای عمومی. و بنابراین امر سیاسی است. بنابراین فرهنگ تجاوز فرهنگی برساخته یا در امتداد فرهنگ سیاسی حاکم باید تعبیر و تلقی شود. درباره این موارد شبنم چی فکر میکنید؟ در تازه ترین مورد ما شاهد بودیم که یکی از به اصطلاح متصدیان فرهنگی با ادبیات تجاوز، با شعری که ارجاع مستقیم به آناتومی و بیولوژی در واقع جنسی یکی از زنان روزنامه نگار در کانتکست افغانستان در واقع داد، تمام ماهیت و بود و نمود فعالیت و حضور و مشارکت در واقع این شخصیت زن خلاصه کرد و عضو جنسی این زن ما شاهد بودیم. و این اتفاق تکین و تجریدی هم نیست. ما مکرر شاهد هستیم که در این فضا زنان به واسطه ادبیات از این دست به درستی خودت اشاره کردی شرمسار میشن، در واقع شرمانده میشن و به عنوان یک نقطه ننگ، به عنوان یک در واقع یک حمله یا حتی اخلاقی با الفاظ رکیک شکلی از در واقع فرهنگ تجاوز اینجا بروز پیدا میکنه. در مواردی از این دست شبنم تفسیر خودت، تحلیل خودت چیست؟ چطور میشه در این تقابل و مواجهه با چه نیرویی میشه در واقع ما این ادبیات رو نقد کنیم، ما مختصات این ذهنیت یک مقدار بیایم افشا بکنیم و صرف نظر از به اصطلاح رویکردهای فردی یا انفرادی یا تقلیل مسئله به تجربه های انفرادی بیایم میره پیوند بزنیم به همین مسیر تاریخی که اشاره کردی، به تاریخمند و بسترمند بودن فرهنگ تجاوز در کانتکست افغانستان. درست. چیزی که اتفاقا یکی از مصداق‌های این تجاوز فرهنگی که تو به او اشاره کردید و در اخیراً رخ داده، مسئله‌ایه که اتفاقا ما داریم از ابتدا صحبت میکنیم و مربوط نه امروزه و نه مربوط مثلا این سالهای اخیر، بلکه قدمت بسیار طولانی داره، به خصوص در افغانستان. و میشه گفت خشونت فرهنگی که در این روزها علیه خانم شهید انیسه شهید در فضای مجازی رخ داد نه یک حادثه منفرد بود، بلکه تبلوری جدید از او گفتمان فالوگوسنتریک و زن ستیزانه‌ای هست که ریشه در اون نظام پدرسالاری داره دیگه. اگه ما این کلمه رو باز کنیم در واقع که فکر میکنم باید بعضی از واژه ها باز بشه و با صحبت بشه راجع به اونها، خیلی نیازه. در واقع گفتمان های فالوگوسنتریسم به گفتمانی در واقع گفتمانی اطلاق میشه که به شدت زن ستیزانه و زبانی پر از خشونت و نمادین علیه زنان داره. خشونت نمادینه. فالوگوسنتریسم به تعبیر دریدا اگه من بگم، یعنی فالوس یک
کلمه خود کلمه یا واژه فالوس به معنای آلت مردانه به مثابه نماده به مثابه قدرت هست. لوگوس او گفت یا اون منطقیه که حالا در او معنا از خلال این نظم مردانه و زبان مرد محور داره تولید میشه. در چنین چارچوبی حالا زنانی که زبان باز میکنند و از مرزهای پذیرفته شده عبور میکنن با مجازات‌های نمادینی هم مواجه میشن، مثلا بی‌آبرویی، تجاوز کلامی. آن چیزی که در مورد خانم شهید بلند یک تجاوز بود، یک تعرض کلامی بود که ساختار آناتومی که او در بر میگیره و اتفاقا تنها به او نبود، این بیانگر او ذهنیت مرد سالارانه‌ای هست که در ضدیت بازن شکل میگیره. در مورد انیسه شهید وقتی که مثلا شما از زبان جنسی، توهین‌های جنسیت زده، بازنمودهای تحقیرآمیز صحبت میکنیم، دقیقا دارین از این منطق اطاعت میکنین، پیروی تبعیت میکنین از این منطق، چون این زن باید بشه. چرا؟ چون اون نظم پدر سالار تحمل حضور خودآگاه نداره. این خشونت نه فقط فردی هست، بلکه این خشونت ها ساختاری است و ما باید در درون ساختارهای فرهنگی اجتماعی خود پیدا کنیم و سلطه بدانیم که حالا در این بستر جنگ و خانواده و دین و سیاست هم بر بدن و هم بر زندگی زنان اعمال میشه. آن چیزی که رخ داد، خب شما میدیدید که دوباره در قسمت‌هایی از او ادبیات رکیکی که به کار برده میشد مسئله ناموس جدا میکنه از او دایره ناموس و بعد او کسی میدانه که باید به او تعرض بشه به دلیل ازی که از این فرهنگ عبور کرده، از این ساختاری که شخص میخواد عبور کرده، بنابراین صحبت بشه. حالا اگر به جای خود این خانم یک مردی بود، آیا مثلا در انتقاد به او در واقع حتی اگه مخالف او در مخالفت با او چنین ادبیاتی تولید میشد، خب مسلما نمیشد. و حتی مثلا شما میگید که در چنین برنامه‌ای نگارشگر هست، یک روزنامه نگار هست که پرسش میکنه و او کسی که روایت میکنه و این اشخاص مخالف اون و روایت او هستن یک آقایی که هیچ کسی به او کار نداره و خیلی راحت بعداً مثلا توجیه میشه که خب او آدم شخصیت مطلوبی نیست، او خیلی نمیفهمه و شما باید و ما کاری به او نداریم. این چرا رفته سراغ او؟ مسئله ای است که تو چرا رفتی سراغ سراغ این زن و تو چرا رفتی با این ادبیات، در حالی که انتقاد شیوه های مختلفی داره. انتقاد میتونه مطرح بشه، هر کسی میتونه روایت خود بده و راستازمایی و این در روایت های متعدد در درون گزارش ها و اسناد به جا مانده حقیقت بالاخره برملا میشه و شما راه های مختلفی دارین. بنابراین این تنها زبان گفتگو نیست که شما گفتگو کنین در چنین زبانی. خب مسلمه که این درون این نظام سلطه و این نظامی که میخواد با این ادبیات تحقیرآمیز و این ادبیات جنسی تعرض کنه به یک زن و او رو عقب برانه و صدای او رو خاموش کنه تا دیگر زنان جرئت نکنن وارد بشن، خب ما میبینیم که خشونت ها همچنان وجود داره و فقط از اون فضای جنگ حالا وارد فضای مجازی شده، وارد مثلا نظام دیجیتال شده و در اینجا هم ادامه داره و در اینجا هم ما هنوز مواجهیم با خشونت‌های کلامی، آزارهای جنسی کلامی که بسیار راحت مطرح میشه در بدون مثلا هر گونه ابایی و در قالب های مختلف، حالا چه با های جنسی باشه، چه با شعر باشه، چه نمیفهم با داستانگویی و روایتگرایی باشه. اینها همه شیوه های مختلفی هستن که شما میتونین دوباره این نظام معنایی رو منتقل کنین، شما میتونین دوباره معناها رو منتقل کنین در قالب شوخی. به قول فروید خود شوخی ها هم از ناخودآگاه و تمایلات ما میآیند. بنابراین اگر ما با شوخی های مختلفی، شوخی های جنسی به خصوص مواجه هستیم، خب اینها
او تمایلات خفته و آن چیزی که در ناخودآگاه ما بوده و شکل گرفته، چون خود ناخودآگاه ما نظامی در واقع یک حالت وجود زبانی داره، یعنی سرشار از نوعهای درون و نظام فرهنگی فهمیدیم و بزرگ پرورش یافتیم. شبنم، به نظر من نمیتونم شخصا بیشتر از این با خودت موافق باشم که چطور اون تداعی که از لوگوس به مثابه منطقی که در واقع مشروعیت داره، منطقی که به نوعی از عامل یا به نوعی سوژه مؤلف در واقع تداعی و نمایندگی میکنه، منطقی که به عبارتی و به تعبیری بیان میکنه که دارندگان فالوس همزمان صاحبان لوگوس هستند و اگر به اصطلاح گروهی کسی دارنده فالوس نیست و در ساحت لوگوس سخن، در ساحت بیان و در ساحت منطق و در واقع تفکر قدم میزنن، ما با هر ابزاری که در اختیار داریم میتونیم در واقع این ابژه یا این عنصر نامطلوب از این قلمرو بیرون بکنیم. به نظرم بسیار بسیار مسئله مهمی است که چطور مرد سالاری در واقع سنتی، مرد سالاری گفتمانی، مرد سالاری فلسفی به عبارتی راه خود یا اون خشونت معرفتی ذیل مرد سالاری راه خود پیدا میکنه و رخنه میکنه به روزمرگی ها و ظاهرا موارد و پیشامدها و رخدادهای از این دست، اتاکی‌های از این دست. من کاملا اتفاقا و دست برقضا بارها با مساق‌های مسئله حالا جمعی و شخصی روبرو شدیم که چطور فضاهای مرد سالار فرهنگی، روشنفکری به اصطلاح و فعال و نخبه، اغلب حضور زنان، مشارکت زنان در فضاهای تولید فکری و آن چیزی که در واقع حوزه لوگوس نامیده و خوانده میشه بر نمیتابن و به عبارتی یک شکل خشم خاموشی جریان داره از این اشغال فضا. و به همین خاطر وقتی ما در برابر زنانی که اتفاقا میتونه عملکردشان نقد شوه، روی کردشان نقد شوه قرار میگیریم، ما میبینیم که یه اتفاق نمیفته، نقدی صورت نمیگیره، اتاکی صورت میگیره، تمسخر صورت میگیره، خشونت کلامی صورت میگیره، تعرض در واقع ادبی یا تجاوز ادبی صورت میگیره، اما نقد صورت نمیگیره. یعنی این الگوی به عبارتی مکرر استمرار یا در واقع ادامه ذهنیتی است که لوگوس در تصاحب و تصرف دارندگان فالوس میدانه و نادارندگان فالوس فاقد حق، توانایی و ظرفیتی برای لوگوس و قدم زدن در حوزه لوگوس. بسیار به نظر مورد مهمی است که بعد شاید ره ببره به این که خب در چنین وضعیتی که اشاره کردی به درستی، چنین اشکال متکثر خشونت، نه از لحاظ کیفری نه از لحاظ نمادین سرمایه های اجتماعی کمترین پیامدی برای متعرض و برای عامل این خشونت نداره و باور تو چه روی کردی میشه در واقع روی دست گرفت که ما با دادخواهی برای اشکال متکثر خشونت جنسی و جنسیتی بتونیم در برابر این وضعیت در واقع اقدامی کرده باشیم، برای اینکه بخشی از استمرار این خشونت لجام گسیخته به این خاطره که پیامدی نداشته، واکنش در قبال نبوده، هزینه‌ای در واقع برای مرتکب یا برای متعرض در پی نداشته. فکر میکنی آیا رویکردهای مثل فرهنگ لغو و طور مشخص در فضای دیجیتال که مرتکبین سرمایه نمادین دارن و سرمایه نمادینشان در واقع میراثی است که از افکار عمومی به دست آوردن و تحریک افکار عمومی، حساسیت در واقع بخشیدن به افکار عمومی در موردی که این چه ارتباطی با فرهنگ تجاوز داره، چه ارتباطی با اشکال دیگه بی‌عدالتی و تبعیض‌های ساختاری در جامعه افغانستان داره، فکر میکنی میشه
یک مقداری در تعدیل این وضعیت و تغییر این وضعیت مؤثر بود یا در واقع اقدامات مؤثری به کار بست؟ مسئله مهمی اشاره کرده. اتفاقا بخشی از سوال قبلی تو هم بود که ماند و من جواب ندادم و دوباره خوب شد تکرار شد. ای که آیا فرهنگ لغو در هزینه‌مند کردن خشونت‌های تجاوز فرهنگی به اصطلاح چقدر کاربرد داره و چقدر میتونه خشونت‌ها حالا چه به صورت نمادین هستن و چه غیر نمادین میتونه کمک کنه به حذف اینها یا ریشه‌کن کردن اینها. خیلی سخت پاسخ بدم، چون پاسخ خیلی پیچیده وابسته به شرایط زمینه‌ای هست، به خصوص در این زمان در چنین وضعیتی که خب ما با یک فاجعه در بخش حقوق اساسی افراد خصوصا زنان روبرو هستیم که زنان از تمام حقوق انسانی خود حقوق فعلا شما زنانی میبینید که سرکوب شده هستند به جز زنان دیاسپورا و افرادی که بیرون از کشور یا قلمرو قرار دارن، بقیه زنان کلا دسترسی به هیچی ندارن، نه به دادگاه‌های عادلانه، نه به جاهایی که بتونه کمک کنه به اینها. بنابراین پاسخ ما میتونه خیلی پاسخ سختی باشه، یعنی پاسخ پیچیده‌ایه. من نمی‌فهم چقدر امکان داشته باشه که ما بتونیم در امکان مبارزه هست، ولی که چقدر اثراتی تا چه اندازه هست این قابل اندازه گیری نیست، یا خیلی سخته که در مورد مؤثریت زیاد او صحبت کنیم. حالا از یک میزانی از مؤثریت میشه صحبت کرد. به نظر من در نظریه خود فرهنگ لغو میتونه ابزاری باشه برای پاسخگویی جمعی و اشکال نمادین خشونت که غالبا از سوی این ساختارهای رسمی نادیده گرفته میشن. در این استراتژی زمانی مؤثر هست که شما یک جامعه قوی مدنی داشته باشین، رسانه‌های آزاد داشته باشین، سطحی از دموکراسی حاکم باشه بر جامعه و سواد جنسیتی داشته باشین. در چنین شرایطی افرادی که حالا در او جامعه وجود دارن وقتی که میکنین از طریق فرهنگ به اعتبار اجتماعی و سیاسی افراد سوال ببرین و خشونت‌هایی رو با روش‌های مختلف مثل افشاگری صحبت کردن، اونها مثلا پاسخگو کردن، اونها اعتبار اجتماعی سیاسی افراد و نهادها به چالش بکشین، تحت فشار بگذارین و این تا اندازه جوابگو هست. اما در افغانستان، خصوصا افغانستان پس از طالبان و تحت سلطه طالبان، شرایط کم متفاوت است. اولا نظام حاکم مشروعیت خود داره از اقتدار دینی و قومی و مردسالارانه خود میگیره، نه از افکار عمومی یا جامعه مدنی. پس هزینه‌مند کردن خشونت برای این کنشگران مثلا قدرتمند خیلی اثر نداره. حالا ما نمیگیم کاملا بی اثر هست، چون بعد از افشاگری هایی که دخترانی که از زندان ها آمده بودن و نشان دادن که در زندان ها چه خبره، چگونه مثلا با اونا رفتار میشه، چقدر تحقیر شدن، چقدر در نگاه جنسی مورد سوء استفاده قرار گرفتن، مورد تجاوز قرار گرفتن، به هر حال تا یک اندازه‌ای هزینه‌مند کرد کل دنیا و در رسمیت شناختن طالبان در معامله با اینا، هرچند نمیتونه کاملا تاثیر بگذاره ولی تا اندازه‌ای تاثیر خود در دیدگاه جهانی و آبرو اعتبار این نظام گذاشت تا یک اندازه‌ای. و مسئله دوم، مشکل دومی که با روبرو هستیم است که خود زنان و اقلیت‌هایی که تحت فشار هستن، یعنی خشونت علیه اونها جریان داره، اینها از او گفتمان اصلی غایب هستن به دلیل حالا این سرکوب داری میشن و سرکوب‌های شدیدی که هستن یاد ندارن. و ما در افغانستان هنوز با این مشکل روبرو هستیم که امکان بتونیم افکار عمومی رو بسیج کنیم علیه یک چیزی وجود نداره دیگه. یعنی بدتر از این وضعیت امکان نداره در یک کشوری علیه زنان چنین وضعیتی
به این وخامت رخ بده. یعنی دیگه افغانستان فاجعه، ولی شما هنوز هم نمیتونی افکار عمومی رو بسیج کنی علیه این وضعیت، ولو که حالا مثلا ما این با خوشبینی بپذیریم که یک تعداد زیادی مخالف چنین وضعیتی هستند، ولی مخالفت صرف که نمیشه یک مبارزه مدنی، یعنی یک واقعیت هست. و مسئله دیگه هم که در فضاهای مجازی که شما میبینید در این فضای دیجیتال هم با وجود تلاش های زیادی که ما انجام بدیم، همچنان ما میبینیم زبان مسلط مرد سالار مثل حالای میران ها وجود دارن که هر چند وقتی به این فضا در دیاسپورایی که در این هم زنان پراکنده هستن حمله میکنن. یعنی ما در چنین وضعیتی روبرو هستیم و حتی با وجودی که روبرو میشه، ما در دیاسپورای افغانستان هم ما ندیدیم که خود حداقل این گروه روشنفکر ما، یعنی مثلا مردان و زنانی که گذر کردن از این مراحل و اینها به دنبال تغییر جامعه هستن، به دنبال تغییر افکار عمومی هستن، بتونن با هم بسیج بشن، یعنی و علیه چنین وضعیتی متحدانه و بایکوت کنن یک شخصه، یعنی واکنش نشان بدن، یک اقدام جمعی انجام بشه. چنین چیزی نمیبینیم. بنابراین فرهنگ لغو به مثابه ابزار مقاومت فرهنگی کاملا از در افغانستان اثرگذار نیست و در سطوح خرد و حالا نمادین کمی مؤثر هست، اما به او اندازه‌ای که در جوامع دیگه میتونه مؤثر باشه در افغانستان، حتی در ایران خیلی مؤثرتر باشه، یعنی خیلی راحت‌تر مردم واکنش نشون میدن، چون یک جامعه مدنی قوی داره. و مسئله دیگه ای که خب حالا ما باید چه کار کنیم در چنین وضعیتی؟ خب به هر حال ما نمیتونیم خاموش بنشینیم، حتی اگر این به صورت کمرنگ اثرگذار هست، اما تا اندازه‌ای افرادی که حالا در اینجا فعالیت میکنن دنبال اعتبار اجتماعی و نمی‌فهم اعتبار سیاسی هستن که همه نمیخوان در چنین جایگاهی قرار بگیرن و اینها شاید بتونن مثلا کاری انجام بدن و ماها مثلا کسانی مثل ماها، یعنی مثلا این فعالانی که در این راستا کار میکنن برای حقوق بشر، برای حقوق زنان و برای مسائل مختلف، برای آوردن تغییر در جامعه افغانستان، باید که فضاهای جایگزین ایجاد کنن و اجازه ندن که ایفا به دست افرادی مثل او بیفته و اینها تکتاز پیش برن و فکر کنن در مقابل اینها هیچ کس حضور نداره. مثلا این گفتمان‌های فمینیستی آنلاین میتونه با چالش کشیدن و هنجارهای گفتاری مسلطی که در بین نسل‌های جوان و مهاجر هست تاثیرگذار باشه. این تاثیرات هرچند محدود باشن اما مهم هستن، چرا که به تدریج او سوژه های زن از موقعیت انفعال به کنشگری گفتمانی بالاخره سوق میده. یعنی شما در دراز مدت تاثیراتی رو میبینید، شاید در کوتاه مدتی اثرات کم باشن اما حتما در دراز مدت به اون مواجه میشین که یک تعداد زیادی آگاهتر هستن و زمانی که شما با اینا صحبت میکنین، مثلا از طریق این فضا گفتگو میکنین با جوانان، با زنان، با اقشار مختلف، با مردان، و اینها متوجه میشن که ببینیم این تنها یک شوخی نیست، این تنها یک شعر یا اراجیفی که حالا گفته میشه نیست که ما از کنار او راحت بگذاریم و بگیم این چیز مهمی نبود، خب یه آدم اصلا ارزش گفتگو ارزشی که راجع به او گفتگو کنیم نداشته. بلکه متوجه که هر کدام از این واژه ها یا چنین شعرها و شوخی ها و چنین ادبیاتی قدرت باز تولید این گفتمان های سانچز جنسیت زده داره، مثلا این معناها رو منتقل میکنه بدونی که مردم متوجه باشن در درون این نظام هویت اونا شکل میگیره. مثلا معناهایی که داره مثلا بر بدن زن تعریف میکنه، بدن مرد تعریف میکنه، حضور اونها در فضاها تعریف میکنه که کجای بدن حق داره باشه، کجا نباشه، این بدن چقدر حق داره فعالیت کنه، راجع چه چیزها و چه کسانی حق داره صحبت کنه، راجع چه چیزهایی حق نداره صحبت کنه. در واقع وقتی که شما با گفتگو میکنین با جامعه خود، جامعه به مرور زمان متوجه میشه و دیگه به دام مثلا چنین افرادی نمیفته و ما از این راه مثلا میتونیم
استفاده کنین از این فرهنگ لغو در برابر فرهنگ تجاوز. شاید این نتونه حذف کنه کلا خشونت، اما میتونه اثرات او مرئی کنه و حتی کمرنگ کنه، یا مرئی کنه، اثرات رو کمرنگ کنه و میتونه راهی باشه برای ثبت حافظه جمعی، شکستن سکوت‌های تاریخی. و اگر ما بخوایم که خب این اثر بخشی ساختاری داشته باشه، ساختارها رو تغییر بده، نیاز به یک زمان طولانی داریم و نیازمند یک بستر گسترده تری از آزادی و امنیت و نهادهای پاسخگو و در کل نیاز به سواد جنسیتی جمعی داریم که باید چنین چیزی در جامعه ما بالاخره به وجود بیایه که فعلا متاسفانه در دسترس نیست. و باز اگه خواسته باشیم میشه در مورد هر کدام از اینا مثلا صحبت کنیم که چگونه ما میتونیم خشونت مرئی کنیم. من همین بخش در واقع مرئی کردن خشونت اشکال متکثرش از خودت وام میگیرم و میخوایم در واقع پل بزنم و بحث مهم دیگه ای. به درستی اشاره کردی که برای مرئی شدن خشونت و انسجام در واقع جامعه مدنی نیاز است که وجود نداره. برای مرئی شدن خشونت و ادبیات و زبان نیاز است که هنوز در واقع دانش پیرامون تولیدش به طور مشخص در کانتکست افغانستان وجود نداره، شکل نگرفته، ما منابعی نداریم که در واقع این دانش این زبان تولید بکنن یا زبان مسلط مرد سالار موجود حداقل نقد کنن. اشاره کردی به درستی که خب زنان هم مثل گروه‌های اجتماعی دیگه استثنا نیستن از بستر اجتماعی تاریخی و معیشتی و اخلاقی و فرهنگی که در رشد پیدا کردن و مسلمه که متأثرن از پارادایم‌ها، سازوکارها و گفتمان‌هایی که در اون بستر اجتماعی مسلط است و فرایض ما نمیتونیم وجود و نمود داشته باشیم. به درستی اشاره کردی. حالا با در نظر گرفتن همه این موارد شبنم به عنوان یک حقوقدان، چالش موارد بسیار دقیقی بود نه در آسیب شناسی خودت. سوال من اینجاست که ما در مورد مواردی داریم صحبت میکنیم که در جامعه دیاسپورا، جامعه در واقع در تبعید، در جوامع بیرون از جامعه شرایط بحرانی و فاجعه تمام اخلاقی و تمام انسانی افغانستان جریان داره. در این جوامع نفرت پراکنی جنسیتی جرم انگاری شده. در این جوامع نفرت پراکنی در واقع تباری جرم انگاری شده. در این جوامع حیثیت اخلاقی یا در واقع حمله و حطاکی به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و به نوعی خشونت به این در واقع خشونت زبانی در مورد فضاهای عمومی جرم انگاری شده. فکر می‌کنی چه عواملی یا چه ظرفیت‌هایی وجود داره با توجه به همه مسائلی که در نظر پیشتر مطرح کردی برای اینکه حداقل در این جوامع ما بر اساس امکاناتی که در این جوامع اختیار داریم چقدر خوشبینی به این که حداقل در مورد مسئله پیگیری‌های کیفری، در مورد جرایم مشهودی از این دست، تخطی‌های مشهودی از این دست اقداماتی صورت بگیره به خاطر اینکه و بعد نقش جامعه داخل ناخنک، ما داخل ناخنک استفاده می‌کنم، اقلیت روشنفکری در دادخواهی‌های از این دست که دادخواهی فردی نیست، دادخواهی است که به تاریخ سرکوب زنان ارتباط داره. حداقل میتونه بسیار نمادین باشم این موردی که پیش آمد. نقش جامعه به اصطلاح روشنفکری ده یا ظرفیت یا اراده جامعه روشنفکری در زمینه چقدر تو در واقع متمرکز میبینی؟ اصلا چقدر این جامعه را صاحب اراده سیاسی برای دادخواهی های از این دست میدونی؟ چقدر صاحب صلاحیت و صاحب اراده میدونی؟ و بعد از اون ما میخوایم مثلا ارجاع بدیم به این که خب چه میشه کرد برای اینکه این خلأ را باز شناخت و برای اون در واقع در امکانات موجود زبانی خلق کرد، منابعی تولید کرد و در واقع گام‌های عملی برداشت. خب در مورد جامعه روشنفکری افغانستان که بخوایم صحبت کنیم، باز هم در امتداد همه نقدهایی که میشه کرد، این بخشی جامعه افغانستان هم همیشه در مزان اتهام بوده و به هر حال قابل نقده. به نظر من بخشی جامعه روشنفکر افغانستان چنانچه اخیراً هم در این قضیه دیدیم، این پراکندگی و اختلافاتی که وجود داره در بزنگاه‌های مختلف تاریخی مثل جنگ‌های دهه 70، دوره مجاهدین یا بازگشت طالبان، در برابر خشونت‌های جنسی در زندان‌ها و پادگان‌ها عملاً سکوت کردن. یعنی ما می‌بینیم که یک تعداد کمی بودن که حالا
نقد کردن، صحبت کردن، در میدان ایستادن و هیچ وقت اینها تعداد اینها زیاد نشد، به خاطری که جبهه‌گیری های جامعه روشنفکری ما هم خیلی به هویت های قومی فکر میکنم، به هویت های منطقی یا دینی گره خورده، مذهبی گره خورده. از این نگاه مثلا خیلی سخته که ما یک جامعه منسجم روشنفکری داشته باشیم که اتفاقا در جاهایی که نیاز هست متحد بشن و منسجم بشن و علیه اتفاقاتی که میفته، خشونت هایی که وجود داره، یک صدا باشن و یک صدا انتقاد کنن. همیشه اولویت دادن به سیاست ورزی مردانه بوده، یعنی مثلا خشونت های مبتنی بر جنسیت در این راستا به حاشیه رفته و ای به حاشیه رفتن و این سکوتی که اینا کردن خود او یک مشروعیت دادن به او گفتمان غالب هست دیگه. حتی این فهم الیت محوری که از خشونت بعضیا دارن، ای که خب ما زمانی مسئله زنانه یا مثلا مبارزه به خاطر حقوق زنان مسئله میدانیم و اقدام میکنیم که اتفاقا گره خورده باشه با هویت قومی و سیاسی. امروز اگر میبینیم مسئله زنان پررنگتر از همیشه هست، نه به این خاطر که شما با یک جامعه آگاه روشنفکران شما در مسئله زنان همه برای اینا مسئله شده، خود مسئله زن به این دلیل نیست. خب ما که نمیتونیم خود فریب بدیم، بلکه بخش از همه ای ربط داره به این که مخالفت با طالب اتفاقا گره میخوره با مسئله زنان، چون این مسئله خیلی بازتاب داشته در سطح جهانی و تونسته به وجهه طالبان ضربه بزنه و از این ناحیه طالب خیلی آسیب پذیر هست. تلاش میشه که همه در مورد زنان و مسئله زنان صحبت کنن، اما کجاها افشا میشه که اساسا مسئله زنان مسئله نیست زیاد، یک مسئله ثانویه هست. جاهایی مثل این مسئله که شما میبینید اتفاقا حتی خود زنان هم به هم نمیپیوندن. چرا که اینها قبل از اینکه احساس کنن به عنوان جامعه زنان تحت خشونت قرار دارن و حالا مبارزات سیاسی که دارن علیه هر نظامی میکنن باید مستقل باشه، خود در پیوند با قوم و او سیاست‌های قومی تعریف میکنن. به خاطر این هست که یک بخشی اینها آگاهانه سکوت میکنه، حالا یک بخشی که خب و یا بخشی دیگه به این دلیل سکوت میکنه که اگر خواسته باشه در برابر چنین وضعیت انتقاد کنه یا مثلا به صحنه بیایه، شاید با طرد شدن در اجتماع قومی نتونه بعداً به اهداف خود برسه، مبارزه کنه و هنوز مسئله زنان و سواد جنسیتی بین زنان هم با معضل‌های بسیار زیادی روبرو هست و با چالش روبرو هست. یک نگاه ابزاری به جنسیت وجود داره که این نگاه ابزاری در میان خود روشنفکران هم، من فکر میکنم حالا وقتی میگم روشنفکران همه رو نمیگم دیگه، منظور من یک جمع بزرگتر اینه که یک اقلیت همیشه هستن که مخالف این روند هستن، ولی در میان سایرین ما میتونیم بگیم که این نگاه ابزاری به جنسیت خود تداوم او پدرسالاری در چهره نخبگی هست. خب حالا ما زمانی که مثلا مبارزه خواهیم کرد که مصلحت ایجاد کنیم در چنین وضعیتی، مصلحت ایجاد نمیکنه. شما تا کی میخواین مسائل مصلحتی ببینین بدون اینکه در کانتکست درست ببینین این مسئله؟ و من فکر میکنم بسیار سخته که ما بتونیم در چنین شرایطی یک مشارکت عمومی داشته باشیم از کل گروه ها، بخواهیم که بدون اختلافاتی که دارند برای مثلا موضوعات مختلف بجنگن. و چنین آن چیزی که من میبینم، یعنی نهایتا شاید سالهای پیش رو زیاد هم خوشبین نباشیم که مبارزات علیه این وضعیت میتونه منسجم بشه، چون آن چیزی که در دیاسپورا امروز ما شاهد هستیم پراکندگی و عدم انسجام گروه هاست. ما باید اولی معضل حل کنیم. به هر حال
ما یک جامعه که مشکلات متعددی داره، یعنی مسئله قوم یک مسئله مهمیه. تبعیض قومی، حذف شدن قوم از درون ساختار قدرت مسئله خیلی مهمی هست و معلومه که نیازمند مبارزه هست. معلومه که ما باید در این موارد هم خواسته باشیم یک جامعه توسعه من داشته باشیم. این توسعه نه بدون زنان پیش میره، نه بدون اقلیت ها و اقوام و گروه های دیگه. همه باید در چنین جامعه مشارکت کنن و ما این معضلات داریم و باید اینا جدی بگیریم. اما این به این معنا نیست که یکی از اینا باعث بشه که خب ما مثلا به یک اولویت بدیم و در حاشیه ببینیم و دیگری اصلا انکار کنیم یا حداقل جدی نگیریم. و پتانسیل های مقاومت ما باید پیدا کنیم و این وظیفه جامعه روشنفکری هست که این پتانسیل ها رو پیدا کنه، بتونه مثلا دوباره همه گرد هم بیاره و ما زمانی نیرومند هستیم که من فکر می‌کنم به او انسجام و با تمام اختلافاتی که داریم به یک وحدت نظر در مسائل مشترک برسیم تا بتونیم اقدام‌های لازم هم انجام بدیم و هزینه‌مند کنیم بعضی از تبعیض که وجود داره، خشونت‌هایی که وجود داره هست، جنسیتی و نمی‌فهم خشونت‌های قومی، تبعیض‌های سیستماتیک، همه اینها ما باید یک راهی پیدا کنیم و با همه اینها مبارزه کنیم. فکر می‌کنم. بنابراین شبنم من رو تصحیح کن اگر درست در واقع مواردی که اشاره کردی رو درست خلاصه نمی‌کنم. بنابراین به زعم تو مسئله مند کردن وضعیت در واقع فاجعه بار زنان پیش شرط مسئله مند کردن و پرداختن و بازشناختن تمام اشکال دیگه بنبست‌های اجتماعی و بحران‌های اجتماعی در کانتکست افغانستان است. ما چنانچه در جهان هم شاهد بودیم تا زمانی که مسئله زنان از پیرامون و متن نیامد هیچ چیزی در ساختار اجتماعی توسعه پیدا نکرد. در جنبش‌های اجتماعی پیشرو هم میره شاهد بودیم و به زعم تو کماکان مادامی که در واقع زبان و ذهن از خشونت‌های ساختاری و جنسیتی و اشکال دیگه خشونت‌ها که خب در رأس خشونت‌های جنسیتی به دلیل فرهنگ تجاوز هنجارمند شده، عادی سازی شده و تکرار و تولید و باز تولید شده، ما این زبان مبرا نکنیم و به اصطلاح غربال نکنیم، این ذهن هم به شکلی به عبارتی به اساس درک من از حرفا و مواضع تو غربال نخواهد شد و حساسیت‌های لازم پیدا نخواهد کرد. به این وصف فکر نمی‌کنی که ما به محدودیت منابعی نیاز داریم، ما به تلاش‌های مضاعفی نیاز داریم، ما به تعهد و ایمانی نیاز داریم، ما به نیروهای اجتماعی نیاز داریم که در حال حاضر حداقل 2 دهه گذشته فضا برای خلقش چندان وجود نداشت. استثناءات ازش یاد کردی. هم جامعه روشنفکری هم جامعه زنان همواره در دل این بحران استثناءاتی داشته. شاید اگر اغراق نکنم همین گفتگوی صریح و بی‌پرده و ژرف هم یکی از اون استثناءات تلاش‌های از دست همیشه بوده. اما این استثناءات تأثیری بر وضعیت غالب، تأثیری بر قاعده خواهد داشت، برای اینکه منابع بسیار محدودی وجود داره. برای اینکه اگر شما ساز مخالف جریان اصلی رو بزنی هزینه بسیار گزاف است، بعضا محدودیت‌های انسانی و بسیار زیاد به نوعی میتونه چالش برانگیز باشه. از سوی دیگه فرهنگی که به ذهنیت سودمحورانه دامن زد، نه در دو دهه استقرار نیولیبرالیسم به عبارتی و سیاست هویت، زنان در برابر مردان، زنان به صرف زن بودن بر حقن، مردان به صرف مرد بودن در واقع باطلند. این روی کرده فعلا اصلی است. اگر ما از فساد صحبت میکنیم میگن اگر زنی فساد کردن برو ببخشید، چنانچه تبعیض مثبت جریان داشت، نه به صرف جنسیت گویا درکی وجود داره که باید در واقع اغماس کرد یا به صرف جنسیت باید اغماس نکرد. این خب سیاست متاسفانه یکی از اشکالات سیاست هویت 2 دهه گذشته. حال فکر میکنی با در نظر داشت و با نگاهی به همه این چالش ها ما مشخصا چه امکاناتی داریم که یک زبان و ذهن تا حدی غربال بکنیم
از خشونت درونی شده جنسیتی در امتداد خشونت‌های قابل فهمم. دو، مشخصا چطور میتونیم این فضاهای امنه یا این فضاهای در واقع نیالوده را، این فضاهای غربال شده را تکثیر کنیم. و مرقم که اشاره کردی در واقع به ارتقای آگاهی و به هدف ارتقای آگاهی افکار عمومی و دامن زدن به حساسیت‌های عمومی در مورد اشکال خشونت‌های جنسی و جنسیتی یه مقدار به کار ببندیم. و دو، در عملی ترین وضعیت، در واقع بینانه ترین حالت ممکن، فکر میکنی اگر شرایط این گونه تداوم پیدا کنه در بستری که طالبان حق نکردن خودشان و ذهنیتشان و گفتمان و معرفت شناسیشان رو برای همه ابعاد زندگی فکری، انتزاعی و انضمامی جامعه، چطور میشه اصلا مسئله مند کرد؟ چه بازی زمانی میشه اول مسئله مند کرد و از مرحله انکار گذشت؟ برای اینکه فعلا ما با فاشیسم جنسیتی روبرو هستیم که کاملا انکار میکنه. این در پایان و احتمالا اگر صلاح بدانی و موافق باشی با مسئله در واقع یک مقدار تحلیل زبانه به عنوان یک دستگاه نظاممند معنا بگذاریم برای برنامه آینده و گفتگوی آتی با خودت و یک نگاهی در واقع به اون بسترهای زبانی و معنایی داشته باشیم، به اون نظامهای گفتمانی داشته باشیم و واسطه زبان ذهن جنسیت زده را دامن میزنه و دیگه بحث مسلما نمیگنجه. درسته، فکر کنم بخشی از این همونطور که در درون از صحبت ها گفتیم ما در مورد او صحبت کردیم، ولی خب اگه گسترده تر صحبت کنیم نیاز به یک جلسه دیگه داره و من موافق هستم، به خاطر که همونطور که فوکو و بوردیو هم میگه اگه نظم گفتار رسمی یا نظم گفتار مسلط زن ستیز هست، دگر جنسگرا هنجار هست و هر باری که مثلا یک مداخله زبانی رخ میده، یک طنز، یک شعر، یک آن چیز دیگری، یک نوشته‌ای به ضد زنانگیل القا کنیم، یک گفتمان متقابل خلق کنیم در برابر او. مثلا وقتی ما از واژه‌های مثل تجاوز فرهنگ تجاوز، خشونت نمادین، نرینه سالاری دیجیتال یا اینها صحبت میکنیم، در واقع داریم اون نظم مسلط بالش میکشیم. یکی از راههای مقابله هست که اجازه نمیدیم این فضاها آلوده بشن و یکی مثلا ما میتونیم از فضاهای آلترناتیو در تبعید بسازیم. آن چیزی که در درون افغانستان قابل بیان نیست رو به بیان بیاریم و ما حتی مفاهیم جنسیتی و حقوق نهادینه کنیم. باید مردم اینا رو بشناسن، با اونا آشنا بشن، آنقدر تکرار بشه تا عادی بشه برای اونها و قابل فهم بشه و بتونیم مثلا رویدادهای تاریخی تحلیل و بازیابی کنیم. ما دائما باید گفتمان تولید کنیم، روایتگری فردی و جمعی داشته باشیم، به ویژه توسط خود زنان، اقلیت‌ها، کنشگرهای تبعیدی. یک ابزار مقاومت هست و به بازگویی تجربه‌های خشونت چه در قالب خاطره چه در قالب هنر، داستان و انواع مختلف کمک میکنه. طوری که امروز خب ما مثلا با انواع مختلف مبارزه روبرو هستیم و داره عادی میشه اینها و در چنین وضعیتی که من فکر میکنم ما میتونیم مثلا مؤثر واقع بشیم به مرور زمان، بتونیم مثلا با تعداد زیادی از جوانان صحبت کنیم، مردم صحبت کنیم، گفتگو داشته باشیم، جا بندازیم این مفاهیمه و اجازه ندیم او گفتمان مسلط همچنان مسلط بمانه و باید در اون فرو بپاشه و نظام معنایی او افشا بشه و بتونه مثلا ارزش‌های او نشون. طوری که ما قبلا گفتیم مثلا اگر ارزش نظام مثلا پدر سالاری بود که زن منبع شرم بدن زن یک منبع شرم تعریف میکنه، شما میبینید که امروز زنان با مبارزاتی که کردن دارن با او بدن مبارزه میکنن، یعنی بدن
تبدیل کردن به یک وسیله مبارزه، یعنی یک ارزش ضد، یعنی در برابر او ارزش یک ضد ارزش تولید میکنه و یک ضد ارزش که داره ارزش میشه فعلا. و بنابراین یعنی پتانسیل های وجود داره که ما بتونیم از او استفاده کنیم و اتفاقا ما میتونیم که در برنامه‌های بعدی بیشتر راجع به این صحبت کنیم. ابراهیم سیمیای عزیز، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتی. امیدوارم که در گفتگوی بعدی هم رقم که اشاره کردی ما مسئله خود انتقادی در واقع سنت زبانی به طور مشخص سنت زبانی فارسی بپردازیم